چرا در ایران جامعه شکل میگیره و بیشتر از این که ما با جامعه روبرو هستیم با توده روبرو هستیم. من جامعه مدنی نداریم، اما آحاد تشکیل دهنده یک جامعه مدنی رو ما داریم. این راجع به مهاجرت حرف می‌زنیم، مثل کلیشه هایش هم بگیم، اشکال نداره. میگفت مثلا فرودگاه امام داری میری، هم آدما دارن با هم میزنن جلو که برن توی صف، برن جلوتر قرار بگیرن. خب همین آدما همه با هم سوار یه هواپیما میشن، اون طرف یه هواپیما پیاده میشن، همون آدما به خط پشت سر هم وایسادن که از یه صف رد بشن توی صف. اون چیزی که کلیشه‌ای که میگم و واقعا هم واقعیت داره. خب حالا باید برگردیم ببینیم اینها رو ما به چی داریم نسبت میدیم، این گونه رفتار. این که ما در داخل جامعه نداریم، چون من معتقدم آحاد افراد تشکیل دهنده یک جامعه مدنی رو خوبش هم داریم، خب ولی ما کانکشن ها رو بینش نداریم و این کانکشن ها بریده میشن، آمدانه بریده میشن. من موضوعم اینه که ما جامعه نداریم و موضوعم اینه که ما جامعه نداریم. با کمی اغراق قاعدتا اینو میگم. این به معنی نیستش که جوامع نداریم، یعنی جوامع کوچیک کوچیک نداریم، ولی جامعه به معنی چسبی که همه چیزا رو داره به هم دیگه وصل میکنه نداریم.